حقایقی جالب در مورد سریال بازی مرکب قسمت 4. عروسک بزرگ و ترسناک بازی اول سریال یک ساخته واقعی است که می توانید از آن بازدید کنید. این عروسک عجیب که در قسمت اول سریال دیده می شود واقعی است و در شهرستان جینچئون، یک منطقه روستایی حدود 3 ساعت شمال شهر سئول قرار دارد. گفته می شود این عروسک برای فیلمبرداری بازی مرکب قرض گرفته شده و پس از پایان فیلمبرداری به محل اصلی خود بازگردانده شده است. به گزارش کوریبو، این عروسک اکنون در ورودی یک موزه نگهبانی می‌دهد. جالب است بدانید شماره تلفنی که در قسمت اول سریال نمایش داده می‌شود نیز واقعی است. بازیکنان از طریق تماس با یک شماره 8 رقمی که روی کارت‌های مرموز و عجیب چاپ شده است وارد بازی می‌شوند. متأسفانه این شماره تلفن واقعی است و به مردی تعلق دارد که گفته می‌شود روزانه حدود 4000 تماس دریافت می‌کند. یکی از نامزدهای ریاست جمهوری کره جنوبی حتی پیشنهاد خرید این شماره را به او داده است.